and benefits for American citizens. When asked for a quote during a press conference earlier this week, President of Simiodyne USA, یه چنل پیدا کردم Rothwell, had a lot که to وقتی وارد چنل میشی شاید بگی خب که چی؟ اینا که ترساک نیستن و معنی خاصی نداره. It's a reflection of the American government and Simiodyne USA's unwavering commitment. درسته، حق با توه. یه چنل خیلی بی‌مفهوم. فقط داره یه جایی از مرکز تحقیقاتیو که انگار تخریب شده نشون من و تو میده. اما دقیقاً مشکل همینجاست. سلام، چه خبر؟ بری لاک یه چنل یوتیوبی که ویدیوهای بی‌معنی میذاره. که اگه ویدیوهاشو با دقت ببینی اونجاست که میفهمی اون اپراتور داره یه چیزایی رو تکرار میکنه که فهمیدنش برای من و تو یک کم گیج کننده است. کم کم یه حس عجیب میاد سراغت. انگاری این ویدیوها تصادفی نیستن. انگار پشت هر کدومشون یه پیام قائم شده. بعضی ویدیوهاش پر از نماد و جزئیاته. صداهایی که خیلی آرومن ولی آزارت میدن. In Matthew chapter 15 verse 19 it says for out of the heart come evil thoughts. بعضیا میگن خب این یه چنل هنریه که فقط میخواد پول در بیاره از یوتیوب، ولی نه، من اینجوری فکر نمی کنم. کانال گریلاک داره یه هشدار میده. Authorities continue to investigate the recent crime wave that swept across northern Berkshire County. و اما ترسناکترین داستان این چنل اینجاست که تو ویدیوهاش هیچ جامپ اسکیری نداره، ولی بعد از اینکه میبینیش یه حسی ته دلت میمونه که ولت نمیکنه. شاید فقط گریلاک فقط یه چنل دارک باشه، یا شاید داره چیزی رو نشونمون میده که ما عادت نداریم مستقیم ببینیم. سوال اینجاست، حالا اگه بفهمی که اون ویدیوها واقعا معنی خاصی داره، اون معنی چیه؟ مرسی که تا اینجا همراه من بودی. اگه میخوای پارت دومش رو براتون بذارم کامل و با جزئیات، لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل بذارید. مرسی که تا اینجا با من بودی. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.